اکنون دوستان عزیز باز یک پهلوانی جوان و امیدبخش تاجیک میان سنگین وزن ها بر رقابت خواهد پرداخت، اما در برابر یک تن از پهلوانان ماهر و ممتاز هست. گیلا زالاشویلی، پهلوان 23 ساله گرجستانی، یکی از سنگین وزن هایی که احتمال دارد در این گرند اسلم تاشکند تا به فینال برسد. المرادوف ابراهیم جان باشد، او که در چمپیونات تاجیکستان در قطار بهترین ها قرار گرفت. حضور او را در گرند اسلم تاشکند افضل دانستند و برتری را از سوی فدراسیون جهانی جودو در این رقابت بر سود المرادوف بر سود زالاشویلی پیشنهاد کردند و از 111 رقابت از 146 در 111 تا آن پیروز شده است. یعنی یک ورزشگر ماهر است. گیلا در کارنامه نشان طلای گرند اسلم را دارد، 4 نشان طلا دارد و برای 5مین نشان طلا آمده است. از نگاه وزن هم برتر هست نسبت به المرادوف. به هر دو با دلیل کمکاری شیدو میدهند و المرادوف اولین حضورش است در گرند اسلم را تجربه میکند و این هم اولین رقابت المرادوف است در گرند اسلم، چون یک دور آزاد بود و حریفش هم یک دور استراحت کرده بود. در دور دوم رقابت میکنند. ببینیم چه اتفاق میافتد. یک اصول معمولی سوتو، اما گیلا که بسیار ماهر است، ببینید چگونه وزاری با گیلا با دلیل اینکه بسیار ماهرانه حریف رو با همان یک شیوه و تعبیر گوشتینی ملی ما گرمشت، داوران میگویند که نواری تدریجی یا سوس کرده شده رو ببینیم و بعد خلاصه کنیم که این ایپان بود یا ایپان یا وزاری یا چیزی نبود. به هر حال در وزاری میستند یا قضاوت در سر وزاری میماند. رقابت ادامه دارد. گیلایی که بسیاری ها رو میان سنگین وزن ها حیرت زده کرده است. شاید یکی از گویم رقیبان جدی گورام توشیشویلی برای رفتن به بازی های المپیک پاریس همین گیلا باشد. با هر دو هم شیدو 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی. اولین تجربه المرادوف در گرند اسلم، ببینید در برابر کی هست. گیلای با اقتدار، با قدرت، وزن هم خیلی زیاد هست، حدود 20 کیلو زیادتر وزن دارد. ببینید چگونه المرادوف نمیتواند اصولهای پرتابی مد نظرش را اجرا کند، ولی زالاشویلی به هر نوعی که میخواهد و همان ترتیب ورزشگر ما رو با بالای تتمی فشار میدهد. یعنی قدرت و تواناییش خیلی زیاد است، ولی 2 شیدو به هر دو ورزشگر هست. اکنون موقعیت از قسمت پس گریبان بسیار خطرناک خواهد بود برای المرادوف. قسمت پشت را نباید واگذار کرد. فرصت هست 1 دقیقه زیادتر. اکنون زیدی حمله برای ابراهیم المرادوف و این هم اوسوتوی که استفاده کرد. المرادوف چندان موقعیت نداشت، ولی در بخش اسیکومی وضع بسیار مشکل هست. نه توانست. ببینید چگونه ما تخمین میگفتیم که از چنگال گرجی ها رها شدن در اسیکومی وضع یا همون فشار با تخت پوش وقتی حریف رو میدهند فشار میدهند بسیار مشکل است، ولی المرادوف با آسانی توانست از این فشار حریف رها شود. این هم یک استعداد هست دوستان عزیز، استعداد خوب و در برابر یک ورزشگر با تجربه و با قدرت و ستاره
دنیای جودو مدت 4 دقیقه مبارزه کرده و 2 شیدو هم حریف هم خودش دارد، ولی یک وزری واگذار کردن این هم یک کارنمایی خواهد بود، یک نشاندادی خوب خواهد بود. اکنون موقعیت برای زالاشویلی بسیار خوب مهیا شد. در 15 ثانیه فرصت ماندن تا پایان وقت اساسی زالاشویلی اصول مورد نظرش رو استفاده کرد، وزر دوم رو گرفت و وزر عوضت ایپان المرادوف در این بخش از رقابت ها ناکام شد. این دور دوم بود و